اگر بیم ابتدا روی صحبت داشته باشیم که این نمایشگاه‌های ملی به چه منظور دایر میشه و به چه منظور این نمایشگاه‌های ملی برگزار میشه؟ الحمدلله و کفا و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. در مجموع صنعت اساس پیشرفت است، ولی وقتی که یک چیز تولید میشه باید مردم خبر شوند. خیلی مهم است. و در بعد دیگهش ملت و حکومت، اینا در اصل یک ریشه دارند، چون حکومت از ملت میخیزه. بله. به این منظور ما بین جوانان که قشر ملت میشن، بین جوانان ما کسانی داریم که بسیار خلاق و مبتکر میباشد. بله. حکومت مسئولیتش این است که باید از بین ملت ببینن کی خلاق است. چون این یک نیروی بشری واقعی است که برای حکومت ضرور می باشه. از او خاطر نمایشگاه به همین خاطر می باشه که مثلا خود ما که ایرا برای انداختیم خبر بشیم که بین جوانان ما این خلاقیت ها، ابتکارات و استعدادات چه قسمی هستن، ما باید خبر شویم از خود. بله، خیلی عالی. خب مزیت هایی که برگزاری قسم نمایشگاه های ملی چه هست؟ یعنی در کل اگر ساده تر بگوییم برگزاری چون نمایشگاه های ملی داره چه فواید بوده میتونه؟ که خلاصه بگوییم به این خاطر که ما استعدادا را باید مشخص کنیم. سکتور خصوصی از این نمایشگاه ها استفاده میکنن. اونا یعنی سکتور خصوصی خصوصا تجاران ملی پشتی همین میباشه که مثلا استعدادا را بیافه بین جامعه و استعدادا یعنی آن جوانان خلاق پشتی است که مثلا کار پیدا کنه به خود. نمایشگاه یک پول اتصالی بین ملت و حکومت یا بین خلاقان و سکتورهای خصوصی و دولتی میباشه. بله. خب این برگزاری قسم نمایشگاه ها چقدر باعث رشد اختراعات میشه از یک طرف و از یک طرف دیگه هم کسانی که خلاق هستن یک ابتکار دارن چقدر برای اون فرد یک انگیزه حاصل میشه، یک انگیزه ایجاد میشه که بیان بیشتر در خلاقیت هایشان کار کنن؟ این خیلی مهم است. این ریشهش میره به اصل شرایط اسلام. مثلا ما چرا باید 5 وقت مسجد بریم؟ این یک بادش است. ولی و این که چرا باید نماز جمعه میریم؟ نماز جمعه ما چرا نسبت به نمازهای پنجگانه ما حجمش زیاد میباشه، حجم کسانی که نماز میخوانند؟ به این خاطر که مؤمنین باید از حال یکدیگر خبر شوند، ببینه چی هست. نمایشگاه ها هم به همین خاطر مثلا هر کس میاد اینجا میبینه، انگیزه میگیره، به خاطر پیشرفت مملکت، به خاطر ضروریات تشویق میشه. خصوصا محصلین، کسانی که نخوانده اونا زیاد متوجه میشه. مثلا فکر میکنه اگر ما میخواندم ما هم به چنین جایگاهی میرسیدیم. جوانان ما مثلا موی سفیدان ما خوش میشوند که ما چی جوانانی داریم، یک امید پیدا میشه، یک توقع پیدا میشه. بله. اگر بیایم بیشتر روی هم صحبت داشته باشیم که تا حال چقدر زمینه برای افرادی که شما هم اشاره کردین که آمدن یک خلاقیت ایجاد کردن، ابتکاراتی دارن و اینجا هم ثبت نام کردن، چقدر زمینه ها برای اینها فراهم شده، سهولت هایی که برای اینها فراهم شده چی هست؟ در اصل خب ما مرکز نوآوری را ایجاد کردیم. شما خبر دارین چندین بار تکرار شده، باز هم تکرار میکنم من خودم. مرکز نوآوری به خاطر همین بود که جوانان خلاق ما از یک آدرس با حکومت واصل شوند. از او خاطر ما ابتکار خود ما کردیم، مثلا رهبری اداره که یک مرکز به نام مرکز نوآوری یاد نواخت مرکز ایجاد کنند. این آدرس مشخص برای خلاقان و مبتکرین جامعه ماست. فوایدش بسیار زیاد است. از این آدرس میتونه مثلا به حکومت واصل شود و این که راجع به سوال شما که چی سهولت ها بینا، ما تمام چیزایی که در وسع توان ما باشد با سکتورهای خصوصی که اونام در قطع ما هستن، شما خبر دارین سپانسر هستن. خیلی تشکر از حضور شما امروز در برنامه. در اخیرم خواست شما از مردم افغانستان چه هست؟ چه خاصی دارین که بیاین بیشتر در نمایشگاه ها شرکت کنن
این که چه ضرورت هست مردم بیاید در برنامه اشتراک کنند درش. شکر سلامت باشین. بسیار یک مورد خوب اشاره کردین. یک چیزی هست پیش ما برای ملت غیور ما پیش میکنیم که ما اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هستیم. امی تکنیک و مسلک اهمیتش چیست؟ بله. این چی معنی داره؟ به چی درد میخوره؟ چرا مردم مقدر مصارف میکنه؟ چرا ما مردم میخوایم جلب کنیم؟ ما اگر در اصل در عمق نمی موضوع بریم، مثلا در اسلام 5 بنا داره. ما شما میفهمیم الحمدلله. بنی الاسلام علی 5: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اقامت الصلاة، ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. شما برین امیر تحقیق میکنین. یعنی ما تکنیک و مسلک از اسلام جدا کردن نمیتوانیم. مثلا این که بعضیا میگه علوم عصری به درد نمیخوره یا زیاد ضرور نیستن یا مباح هستن، علوم دینی فرض عین است. اینجا یک اشتباه است. یک مغالطه جور شده به خاطر انحراف ساختن فکرای اسلامی. از این خاطر ما نمیتونم خب تکنیک و مسلک که نباشه حالا مثلا من صدای خود را همین پیام شما و مردم چه قسم از طریق این تکنیک و مسلک است. همین تکنیک که نباشه چطور ما میتوانیم؟ مثلا بنی الاسلام علی 5: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. این خصوصی شد. ما به خداوند و رسولش باید ایمان داشته باشیم. اول وضو بگیری، شرایط داره. باز او را کوزه میگیری، او را از او پر میکنی، او توسط واتر پمپ یا سیمرسیبل و چیزی از چا میکشی. این چیزا است که تکنیک است. مسلک چیز که تو باید نماز بخونی، تکنیک چیز که چی قسم او میگیری. و صوم رمضان، روزه رمضان میگیری. خب که زندگی نکنی، زندگیم توسط تکنیک و مسلک پیش میرم. لباس باید بپوشی، تکنیک است. خب مسلکش هست که باید بپوشی. این 4 بنای اسلام را که ما بخوانیم کلش پر از تکنیک و مسلک است. غیر از اون بنای اولش امی 4 بنا کلا تکنیک و مسلک است. پس ما به تکنیک و مسلک آنقدر ضرورت داریم، خصوصا ما مسلمین، ما مؤمنین. وقتی که ما تکنیک و مسلک پشت کنیم، ایرا یقین داشته باشین که اسلام هم پشت کردیم. اونجا موارد جهاد است دیگه، چیزا که بحث باز طولانی میشه. خیلی چیزا هست ما هیچ نمیتونیم تکنیک و مسلک از اسلام بیرون کنیم. اگه بیرون کردیم ما از اسلام کلا بیرون. بله بدون شک.